شاید باور نکنید، اما این ساز جذاب سفری طولانی از دل تاریخ تا دستان نوازندگان ایرانی داشته است. گیتار اولین بار در قرون وسطا در اسپانیا متولد شد. سازهایی مثل لوت و ویهوئلا از اجداد این ساز محسوب می شوند. گیتار برای اولین بار در دوران قاجار به ایران رسید. با وجود مخالفت‌ها و رواج موسیقی سنتی، این ساز محبوب دلهای جوانان شد. امروزه گیتار از موسیقی پاپ گرفته تا تلفیقی جایگاه ویژه‌ای در میان نوازندگان ایرانی دارد. این ساز پلی بین فرهنگ شرق و غرب است. شاید این گیتار روزی شما را به ستاره‌ای بزرگ تبدیل کند. پس با عشق بنوازید.